دوستان عزیز، من گل رو 3 روز پیش خریدم. بله میبینیم که خیلی پژمرده شدن، سرشون افتاده، چون اینا به اندازه طولانی مدت میمونن توی گل فروشی ها و اینه که زود پژمرده میشن. من میخوام با ترفندی اینا رو دوباره زنده و شاداب کنم. پس با من باشین. خب اول از همه ما میایم ته ساقه این گلا رو به صورت اوریبی یه برشی میزنیم که آب بهتر جذبش بشه. این شاخاش الان خیلی شل شدن، گلش همینجور خیلی دیگه جون نداره و بزن الان تهشو اوریبی میزنیم. من داخل گلدون 2 تا حبه قند انداختم و یه قاشق سرکه سفید یا سرکه سیب یا هر سرکه‌ای که باعث میشه که باکتریا رشد نکنن و آب جوشی که 100 درجه جوشیده شده، یعنی الان جوشه، توی گلدون میریزیم و گلا رو در اون قرار میدیم. نیم ساعت زمان میدیم تا این گلا زنده و شاداب باشن. با من باشین تا ویدیو بعدی. الان نیم ساعت گذشته از اینکه گلا رو تو آب جوش گذاشتم و میبینیم که چقدر شاداب و سرحال شدن، سفت شدن دیگه، اون حالت شلی و پژمردگی رو ندارن، همشون خیلی خوب شدن، عالی. و این عمر بیشتری به گلا میده، موندگاری بیشتری میده به گل ها. امیدوارم که شما هم از این تجربه استفاده کنید و با دوستاتون شیر کنید. ببینید چقدر خوب شد.